بازی‌های کامپیوتری و فیلم‌های خشونت‌آمیز می‌تواند تاثیرات منفی در مغز کودک داشته باشه، به گونه‌ای که این تجربیات مانند یک خاطره واقعی در مغز کودک ثبت بشه. والدین باید زمان تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری رو محدود کنند. در خانواده‌ها کودکان حدوداً در هفته 30 ساعت به تماشای تلویزیون می‌پردازند و تنها 38 دقیقه با خانواده تعامل دارند. این شرایط میتونه باعث خمودگی، باعث بی‌تفاوتی و حتی اعتیاد در نوجوانی به وجود بیاره. تماشای خشونت در تلویزیون دو تاثیر منفی بر کودک داره. ابتدا باعث ترس و وحشت در کودکان میشه که با تکرار و تماشای فیلم‌های خشونت‌آمیز ترس افزایش پیدا میکنه و به مرور زمان ترس کمتر میشه و باعث میشه خشونت رو جزئی از زندگی خودش بدونه و رفتارهای خشونت‌آمیز داشته باشه با خواهر و برادر، پدر و مادر و دوستان و همسایه دیگه. امروزه با توجه به دسترسی خانواده‌ها به کامپیوتر، کودکان نیز علاقه‌مند به استفاده از اون هستند که والدین میتونن با استفاده از نرم افزارهای آموزشی این علاقه رو فرصتی برای یادگیری تبدیل کنن. میتونن نرم افزارهای آموزشی که هم بتونه کودکتون رو سرگرم کنه، هم به اون آموزش بده.